هلو گایز، چطورین؟ بالاخره روز موعود فرا رسید. دارم میرم آرایشگاه موهامو کوتاه کنم. گفتم براتون یه ولاگ بگیرم که شما هم با من همراه باشید. از دیشب تا حالا داره بارون میاد، هوا خیلی سرد شده دیگه. خوراک تیپای زمستونی. آرایشگاه نزدیکه. دو تا انتخاب دارم، یا اینکه پیاده برم یا با متروبوس برم. فکر کنم با متروبوس برم بهتره چون هوا واقعا سرده. یخ میزنم. در حال بالا رفتن از پله های متروبوس. خیلی خوشی نیستم بچه ها. متروبوسم دارم میرم به سمت آرایشگاه. خب من رسیدم به ایستگاه مورد نظر. کلا یه 10 دقیقه هم پیاده روی داره. یه برم و موهامو کوتاه کنم و این از شر این جنسای خراب موهام خلاص شم. آقا میخواد رد شه از اونجا، نمیخواست تو ویدیو بیفته. بچه ها، من بالاخره رسیدم به آرایشگاه. بچه ها ببینید کی اینجاست. این برای پذیرایی از مشتری استفاده میشه. خوشگل چشاشو ببین، آبیه، چشای آبی زیبا. بچه تا یک حرکت انتحاری به پیشنهاد آرایشگرم قرار شد که این تیکه موهام که مثلا قهوه‌ایه و متفاوته با ریشه هامو رنگ کنیم، هم رنگ ریشه هام بشه و بعد کوتاه کنیم. باید الان رفته رنگ و اینا رو درست کنه. خیلی خوشحالم از این کار چون واقعا هم این رنگ قهوه‌ای که پایین موهامه خیلی تو مخم بود، هم ناسالمی موهام که خدا رو شکر دارم ازش خلاص میشم. خب بچه ها، قهوه ترکمون رو بزنیم و منتظر بمونیم که رنگ بگیره موهامون. و دیگه واقعا انقدر مونده این سری کوتاه کنم، شاید یه مقدار خیلی کمی از اون ناسالمی ها باقی بمونه، ولی دیگه سالم. همیشه میگم موی قشنگ و شیکه که سالم باشه. تو اینقدر مو داشته باش ولی ناسالم باشه هیچ زیبایی نداره. بچه اون هابویی که بهتون نشون دادم اومده بود تو بغلم. بیچاره رو، کوچولوه، نوزاده، 3-4 ماهشه. مثل یه صاحبی داشته بعد دیگه ازش نگهداری نمی‌کنن و الان این صاحبای آرایشگاه آوردنش مثلا اینجا گذاشتن که بتونن براش صاحبی پیدا کنن. بعد من اگه خب شانس و داشتین رو نداشتم یا حداقل یکیشون رو داشتم قطعا می‌بردمش. یعنی حتی 2-3 بار اینطوری شدم که می‌خوام ببرمش خونه. بچه کوچولوی نازنینمون دخترم هست دقیقاً. چشماش آبی خوشگل، ولی بهتون میگم که اصلا ریاکشن شانس و دارچین چیه. بعدم اینکه 3 تا دیگه واقعا فکر میکنم خیلی سخت باشه نگهداریش. برای همین حساب فعلا دارم با خودم اینطوری هم که خب این بچه گناه داره فلان. بگو یهو صاحباش میگفتن که دیگه نمیتونن ازش نگه دارن. خب چه کاریه؟ بچه این آرایشگاهی هم که میام الان فکر کنم بار مثلا 4 و 5 که میام اینجا و ترکن. خیلی یعنی نسبت به تمام آرایشگاهایی که من اینجا رفتم و مثلا بچه خیلی فداشم دارم بهش غذا میدن. خیلی کارش اوکیه. آقاه صاحب اینجاست، آرایشگر اصلی خودش هم خودشه دیگه. از کوتاهی، از رنگ، از باکوم یعنی همون مراقبت مو اینا کاری که انجام میدم، واقعا تنها آرایشگاهی که تو این 4 سالی که اینجام
هر کاری کردم اینجا راضی بودم. یعنی خیلی آقای با حوصله است، خیلی وقت میذاره. مثلا سری پیش که موها کرده بود انقدر با دقت، مثلا من خیلی کم دیدم مثلا توی طرق، خیلی اونا همه چی رو سریع میخوان انجام بدن تموم شه بره، ولی ایشون همین دوست عزیزمون که الان داره میاد به قیافش نمیاد خیلی کارشو خوب انجام میده. دمش گرم. من همچنان منتظرم که موهام رنگ بگیره و خیلی گشنمه. از اونجایی که من خیلی زود گشنم میشه، همیشه وقتی یادم باشه واسه خودم خوراکی میارم. این سمبوسه ها رو از یه مغازه ایرانی خریدیم، خیلی خوشمزه‌ست. خب بچه ها، موهامو هم رنگ ریشه هم کردم، چقدر خوب شد. الان میخوایم بریم سراغ کوتاهی. این حجمیه که از موهای من رفته. سورپرایز. بچه ها خیلی دوست دارم موهای جدیدمو. چطور شدم؟ This is my new style. چقدر خوب شد. Yes. خب بچه ها، من خوشحال و خندون کارم تموم شد. دارم میرم سمت خونه. منم این مدل رو من تا الان چرا نمیزدم؟ اینقدر که بهم با شخصیتم جوره. اینم از فاینال قضیه. خیلی باهاش حال میکنم، نمیتونم بهتون بگم چقدر. بچه واقعا هر کاری که فکر میکنید اگر انجام بدید حالتون رو خوب میکنه، روحیتون رو بهتر میکنه، به خودتون حال میده، حتما انجامش بدید و اصلا از خودتون دریغ نکنید. بچه ها، یه اتفاق خیلی بامزه افتاد. الان که داشتم براتون ویدیو میگرفتم، یه بچه خیلی کوچولو با نمک پسر بود و توی دستش دستمال کاغذیایی کوچولو بود که داشت میفروخت. بعد بهم گفتش که آبلا تو چیز داری، چنل یوتیوب داری به ترکی؟ گفتم که آره. گفت منم دارم. گفتم وای چقدر خوب. گفت میشه منو سابسکرایب کنی؟ گفتم آره حتما. اسمشو واسم زد و سابسکرایبش کردم و خیلی بامزه و کوچولو بود. حالا الان اینترنتم خیلی اوکی نیست که برم ببینم که موضوع چنلش چیه. بچه ها، اینم از ویدیوی کوتاه کردن موهام که بالاخره انجام شد و بهم نظر بدید توی کامنت ها، بگید که نظر شما چیه. خودم که خیلی دوستش دارم. بچه امیدوارم این ویدیو رو هم دوست داشته بوده باشید. ممنون میشم ازم حمایت کنید، لایک کنید، برام کامنت بذارید، سابسکرایب کنید که قراره کلی ویدیوهای باحال توی لوکیشن های خفن با موضوعات باحال‌تر براتون بذارم. دوستتون دارم.